ناحیه واسه از دسته فوتبالی فایزکند محروم شد. به پشتیبانی مالی بازیگران آن پراکنده شدند و به دسته‌های دیگر رفتند. این در حالی است که سال گذشته فایزکند واسه در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بازی میکرد. خبرنگاران از رئیس ناحیه واسه سبب پرسیدند. در سال گذشته اگر خطا نکنم در میون در پنجگونه بهترین اونجا دسته‌هایی بودند که با 7 میلیون و با 10 میلیون سومونی و همین پنجگونه را نیافتند. خب دسته در چی حال است؟ در پاسخ رئیس ناحیه گفت برای حمایت مالی فایزکند به صاحبکاران مراجعت کرده است. زیرا نگاه داشتن دو دسته فایزکند و هولبوک به ناحیه گران آمده است. وزنی نایده کمانده را بودن لیکن ما حرکت میکنیم مراجعت هم کردیم به صاحبکارا. سال گذشته فایزکند در لیگ عالی و هولبوک در لیگ اول بازی میکردند. هر دو دسته را حکومت ناحیه واسه سرپرستی میکرد. حالا رئیس ناحیه میگوید که دیگر توانی سرپرستی دو دسته را ندارند. سالهای پیش سرپرستو دستگیری میکردن. ما فقط حاضر از صوبه مقامات اجرایی همه از صوبه مالی هم جدا کردگی میره مکتوب به رئیس ولایت هم کردیم خواهش کردیم که همین دو دسته را اگر شوه دستگیری کنیم. ما دسته هولبوک هم خودمون یک بالا کرده لیکن اون کمانده است که به 1 میلیون و 2 میلیون. مدیر دسته فایزکند از صحبت در این باره خودداری نمود، ولی معلوم شده است که این دسته برای ماندن در لیگ عالی بودجه 4 میلیون و 600 هزار سومانی را به حکومت واسه پیشنهاد کرده است و حکومت گفته است توان پرداخت چنین پول را ندارد. دسته فایزکند سال 2018 در جماعت رودکی ناحیه واسه تأسیس یافته در مدت کوتاه به لیگ عالی فوتبال راه یافت. سال گذشته را در موقع پنجم جنببست کرد. معلوم نیست چرا حکومت ناحیه واسه برای پشتیبانی نه فایزکند بلکه هولبوک را انتخاب کرد. این باری اول نیست که دسته های فوتبال با مشکلات مالی روبرو می شوند و صحنه را ترک می کنند. تأمین مالی آنها اکثرا ناشفاف و آمیخته به منفعت های شخصی و گروهی و حتی فساد است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه.